مشتری های پیش ما بیان که یه ابروشون بالاتره یه ابروشون پایین‌تره. برای اینجور افراد مهمه که یه طراحی انجام بدیم که ضمن حفظ موهای مشتریمون ابروها تراز باشن و به موازات هم دیگه باشن. چه کار کنیم برای اینجور افراد؟ باید اون ابرویی که پایین‌تره، ببینید این چهره، این ابرو پایین‌تره، این ابرو بالاتر هستش. برای این افراد میایم تاج رو طوری میکشیم که یه مقدار این ابرویی که پایین‌تر هستش می طوری میکشیم که این یه مقدار از موهای زیر این ابرو برداشته بشه، اما بالای تاجش تا جایی که میتونیم موهای ابرو رو حفظ میکنیم. برعکس ابرویی که بالاتر هستش تا جایی که میتونیم ابرو رو میاریم پایین، این تاجش رو، و این قسمت موهای بالای تاج رو میچینیم که این دوتا تو موازات همدیگه قرار میگیرن. وقتی هم که آرک ها رو با همدیگه وصل میکنیم، قطعا این ابرو که آرک های بالاتری داره، ابروی بالاتری داره، موهای آرکش بالاتر از خط طراحی ما میشه. ولی این ابرویی که پایین تر هستش، این قسمت آرکش دیگه موی نداره و موها خیلی ظریف و نازکن. برای اینکه قرینه بشن ما تا جایی که میتونیم موها رو حفظ میکنیم، ولی این یه مقدار مویی که اینجا بالاتر اضافه تر است رو باید بچین و برداریم تا ابروها کاملا قرینه بشه. اگه میخوای بدونی با چی خط طراحی تو کاملا صاف در بیاری، بنویس ابرو تا بهت بگم. ممنون که لایک میکنی.